خیلی پیشتر هم گفتم عمره جای خرید نیست. خواهران عزیز، خواهرک که این عبادت رو الله برای تو مخصوص نصیبت کرد، عمره جای عبادت است. عمره جای خرید نیست، جای مغازه به مغازه گشتن نیست، یکی خوراک عربی خورم و یکی خوراک هندی خورم نیست. عمره جایی به اینو به اون سلفی فرستادن نیست. عمره جایی ویدیو ویزوف یا گفتیم زنگ های گروهی کردن نیست. اونجا جای عبادت است. بگذار همون در چرا الله عمره و حج را برای ما فرض کرده است؟ او میخواد شما دنیا را ترک کنید، در این چند روز شما با عبادت باشید، نزد پروردگارتون باشید، بمانید این همه دنیا را. یعنی هستند خواهرانی که کودکان خود را مانده میروند، در همون چند روز گریه کنان فقط به خانه زنگ میزنند انا من چی شدی. یا هستند نفرانی که میروند چه خیلی گفتم باید به دنیا خبر کشن که من الان در عبادت هستم. اونجا جای این کارها نیست. یا هستن خواهرانی که در عمره چی کار کردنشان معلوم نیست، اما چقدر خرید کردنشان دیگر همه از اون بخبر است. دنیا ببخشید مکه و حج اگرچه جایز است، آره حرام نیست که شما یگان خرید کنید، یگان چیز هدیه بگیرید، اما این که فکر و ذکرتون خرید باشد و دیگر یگان شب شما در نزد کعبه نایستید، همچون اعتکاف گویه، یگان عبادت هایی که مثلا چندین رکعت نماز نخوانید، یگان قرآن در نزد خانه پروردگار نخوانید، اما این خرید و اون خرید و فقط خرید و فقط گشت و چه خیلی گفتم خوردن و علل خصوص این تلفن های نابسامان شما باشد، باور کنید که خیلی پشیمانی است، خیلی ندامت است اگر شما عمره رو با این کارهایتون آلوده کردید. چه خیلی که همیشه توصیه میکنم، نصیحت میکنم برای خواهران عزیز، وقتی به این عبادت رفته ایستاده ای، تو و خالقت و عبادتت هست، همه دنیا رو کنار گذار. یکی از سخنهای خواهران بود، همین دیروز بود، میگویند من و شوهرم میگن عمره رفته ایستاده ایم، به شوهرم گفتم تو در اتاق جداگانه، من در اتاق جداگانه. من میخوام همون چند روزی که در عمره هستیم در نزدیکی کعبه هست مهمان خانه ما، من شبها بیایم خودم عبادت کنم، تو اجازت دهی و بگذار که همون 2 هفته که هستیم من این شبها رو در نزد خانه پروردگار سپری کنم. من ناگفته های خود رو به پروردگار بگویم، من از گناه های خودم توبه کنم، از پروردگار بخواهم که باز مرا به اینجا بیاورد. اما رفتیم چند خیش و تبار، اونجا هم غیبتمون رو کردیم، اونجا هم جنگ و جنجال، اونجا هم مشکلی خشتامنی و کلینی و بخیلی و خرید و نخرید و هدیه و تا آمدنم چه معرکه. دیگر نمیدونم این عمره برای چی هست اصلا، برای کی هست اصلا. یعنی در این مسئله امان که از ریا دور باشید، امان که از نفس پرستی و خودنمایی و خود را آرا دادن و لباس خوش رو پوشیدن و بعدا رفته دل چند نفر رو بردارم و فقط از پای خرید نه و از پای عبادت های خود باشیم.